سلام. یکی از مواردی که ما سعی کردیم در چند سال گذشته در سایت فراکسیژن به وجود بیاریم بخش علمی و مقالاتی است که خیلی نیاز روزمره تمام تأسیساتی‌ها و افراد فعال در حوزه تحقیق است. خیلی وقتا سوالات متنوعی پیش میاد که نیاز به یک دانش فنی داره، دانش علمی داره که این دانش علمی به راحتی به دست نمیاد و خیلی از جاها موجود نیست. ما سعی کردیم در بخش مقالات سایت فراکسیژن تا الان شاید یه عدد خیلی بالای 3-4 هزار تا مقاله آماده سازی کردیم برای شما و شما میتونید تک به تک این مقالات رو مرور کنید، بخونید و نظراتتون رو در مورد هر کدوم که خواستید با ما در میون بذارید. مقالات متنوعی تدارک دیده شده و من از همکارم خواهش می‌کنم که از این بخش یکی از مقالات رو بالا به عنوان مثلا چگونه کولر آبی را به مدل BLDC ارتقا بدیم. این مقاله را اگه بخونید خودتون به راحتی میتونید آن چیزی که برای تبدیل یک کولر آبی به موتور BLDC مجهز میشد را یاد بگیرید. خیلی از موارد دیگر سعی کردیم در قالب مقالات برای شما آماده سازی کنیم. پس با ما در ارتباط باشید و سایت و پیج ما رو دنبال کنید. سعی میکنیم اطلاعات بیشتر و بروزتری را در اختیار شما بذاریم. ممنونیم که همراه ما هستید.